خیلی زندگی خودتان میدونید که زندگی در تاجیکستان خیلی قیل است، کار نیست. کار یگانه مشکل ما حساب کار است او حساب زندگی که بوی که ما چون در افغانستان چه زندگی داشتیم دیگه زندگی داشتیم، ما اینجا خیلی خرسند هستیم برای که آرام هستیم، تنج هستیم. ما حساب کار بگوی ما دیگه خیلی زندگی ما پست است. 500 سومون یا 600 سومون هر ماه پول کوارتیر میتیم. دیگه پول موسر است، هاو است. زندگی من به بسیار مشکلات میگذره دیگه. ما خودم کار سنت تکنیکی میکنیم که آیا اون کار پیدا میشه در هفته یک بار یا دو بار پیدا شود، مثلا 50 100 سمی که پیدا شود، مخصص گذران خود به یک مشکل ما پیش میکنیم. ممکن ما هر وقت گوشت خوردن نتونیم، هر وقت میوه‌جات خوردن نتونیم. آنمو را جمع میکنیم، از دان اولاد خود میزنیم، امروز که اولاد خود پس میکنیم، جمع میکنیم که تا پول کوارتیر برابر کنیم. ما که نمیتونیم ما باید طفلای معده به بیرون خواب بریم، برای همین خود گشنه نگه میکنیم. بعد وقت که پول کوارتیر باید ما جمعش کنیم. یگانه مشکل ما پول کوارتیر است. طفلای خرد داریم، با ما یک کمک شود، هم دستگیری شود که ما یگانه از طرف طفلای خود خیلی رنج میبریم که مثلا یک وقت یک چیز تقاضا میکنه ما را آماده کردن نمیتونیم. یگانه رنج ما تکلیف ما اونم است. شغل کاری ما همین یک دکان به حساب الکترونیکی، بخش الکترونیک چیزای سویتی تیار میکنم. همین زندگی بسیار با چیز پیش میبرم، مشکلی پیش میبرم. آینده همی که من بخوایم اولادای من زندگیش آرام باشه، زندگیش آرام پیش بره. من خواستم از سازمان ملل است یا از دولت چیز خواستم همیست که من میخوایم زندگیم آرامی پیش بره، آرام زندگی کنم، خرج خانه با آرامی پیش بره. گفتنی من همیست که ما کمک کنم خرج خانه کمی اقلا ارنت خانه من که ما کمک کنم، دیگه چیزی نمیخوایم. وقتی که خودم مهنت میکنم در این حالتی که من گپ زدنم نمیتونم صحیح، مایوب هستم، دست مایوب هستم، به این حالت هستم من کار میکنم، زندگی ما به زور پیش میبرم. اقلا همه قشوه که ما یاردم کنن امیر من میخوایم. آمدن ما در تاجیکستان گم شدن شوهر ما بوده، مشکلات دشمنداری در افغانستان بوده و این دختر مرا که میبینین این 8 ماهه بوده که من در تاجیکستان آمدگی هستم. با مشکلات دست پنجه کردیم، در قشلاق زندگی کردیم. اگرچه ما از پرزن خرسندیم، ما پرزن دوست داریم، از خلق تاجیکستان خیلی راضی هستیم، آنقدر دوست دارم که هر قدر برتان بگویم کم است. منتها یگانه مشکلات اقتصاد، فقر، نداشتن. فکر کنین که یک خانم بی سرپرست با 3 طفلی که هیچ شرایط نداشته باشه از وطن بی وطن شوه، او چگونه میتونه که شرایط زندگی خود به تاجیکستان بیابه؟ بازم من در هر خانه یک کاریه کار میکردم، از اون جا اونا رفتن کاریه کارشان تمام شد، خانه یک افغان کار میکردم، بیبود زندگی خود یافتم. اما فعلا در یکی از شرکت های کمپانی هایی که در تاجیکستان است که چیای فوتبال سودا میکنن، من در اونجا کار میکنم. بسنس کوچک سر کردیم، در اون مشغول هستم. اما باز هم بر من زندگی آنقدر سخت است که به خاطر از این سخت است که خود خلق تاجیک امروز در اقتصاد گرفتار هستند، کار نیست، فقر بیچارگی. ما از یک کشور دیگر هستیم. امروز 2500 گریزگان هستند در تاجیکستان. از دیگه از هر خیل مملکت ها، اساسا 90%شون از افغانستان، دیگرشون از یک 4 کس از عراق است، یکتاش уже خانه‌دار شدگی، زنی تاجیک گرفتگی از عراق، از قرقیزستان بودن بسیار و ها در تاجیکستان زندگی کرده، زمین کتی مشغول هستند، اقتصادشون ترقی یافتگی. بعد یک 4 اویله از پاکستان هستند و یک تا از اوکراین. اساسا در وحدت زندگی میکنند.
غیر از این در رودکی، حصار، شهرینار باز وای با بسیار قرغان تپه هستم، حتی کالخوزآباد و بختر، خراسان منطقه ها کلوب بایم هست. سطح زندگی گریزه ها در تاجیکستان شما خودتون میدونید چخیلی که سطح زندگی تاجیکستان چخیل هست وای های هم همین شرایط به زندگی کرسودن. اقتصادی تاجیکستان بولدار افسوس ولی اینقدر ترقی نیافته است. برای همین قریب هر سال یک زیاده از 200,000 جوانان تاجیکان با دیگر مملکت ها برای کار میروند. اینجا باید شرایط کار بسیار است، لیکن آنها نمیخواهند که همین چونکه معاشی سمت معاش پست گفته و اینا دیگر مملکت ها میروند. من اگر معاش اینها اینجا باید ساز شود، من فکر میکنم که جوانان دیگر از تاجیکستان بیرون نمیروند. ما حرکت کردیم که اینها بسیارتر با کار مشغول شوند و همینجا با کار یابند. برنامه هایی که سر می شود ممکن در آینده ما حرکت میکنیم که 50% اهالی تاجیکان باشند و 50% گریزه ها یک جای کار کنند. قریب 500 کودکان در مکتب های تاجیکی میخوانند. غیر از این 250 کودکان در مکتب سومونیان افغانی و این مکتب شخصی است. آنها در آنجا میخوانند که زبان تاجیکی نوشتنش نمیدانند. این بسیارتر اکثریت این نوع آمدگی ها همونجا میخوانند. بعد غیر از این یک خیل کودکان در مکتب ایرانی هم میخوانند. همگی 870 کودک با مکتب میروند. در مؤسسه تحصیلات مامگانی ما آنها در مکتب فراگذاشتگان همچون دیگر شهروندان تاجیکستان تحصیل میکنند و از تحصیل بیرون نماندن. اینچنین بعضی از نفرانی که آنها موفقاً زبان میدونند در مکتب ما همچون آموزگار شده به زبان انگلیسی درس میتینند